تو مدرسه چجوری میگذره؟ بیایم ببینیم یه روز ما توی مدرسه چجوری میگذره. صبح قبل زنگ یه کارمل ماکیاتو میگیرم که حسابی انرژی بگیرم. صبح قبل زنگ یه چیپس سرکه‌ای میگیرم که انرژی بگیرم. هر هفته هم که یه زنگ ثابت روانشناسی داریم. هر هفته هم یه زنگ ثابت تذکر مدیر داریم. بخوای زیاد بلند پروازی بکنی پرات قیشی میکنم. اوه برم پایین کلاس پیانوم داره شروع میشه. اوه کلاس رقص آوازمون داره شروع میشه. وای 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 دلم، وای 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 دلم، وای دلم. خاموش ملاین. بچه‌ها زنگ تفریح میرن تو حیاط ولی ما میریم تو اتاق مافیا بازی میکنیم. صبح بچه‌ها میرن تو حیاط ولی من میرم دستشویی خودم رو تخلیه کنم. بعدش میریم سراغ درس‌های تخصصی با مدرسین کنکور. بعدش میریم سراغ کلاس‌های انگیزشی کنکور که داریم. شما هیچ گوهی نمیشین. بعد از کلاس هم نوبت یوگاست. بعد از کلاس هم نوبت دعوای زنگ آخره.